اگه فکر میکنی خطرناکترین آدما اونایی هستن که داد میزنن، سریال شغال خلاف این نظر عمل کرده. اینجا خطرناکترین آدما ساکتن، لبخند میزنن و درست وقتی احساس امنیت میکنی ضربه رو میزنن. کامبیز دیرباز در نقش آزاد یکی از همون آدم هاست. شخصیتی که اسمش آزادیه اما تصمیمهاش بوی خطر میده. امروز میخوایم بریم سراغ سریالی که بهت یاد میده همه دشمنها روبروت نیستن. شغال یک درام اجتماعی روانشناسانه است که روی روابط پیچیده انسانی، طمع، قدرت و مرز باریک بین صداقت و خیانت تمرکز داره. این سریال وارد دنیایی میشه که توش هیچ کس کاملا سفید یا سیاه نیست. همه خاکستری‌ان و دقیقاً همین داستانش رو جذاب کرده. داستان شغال درباره آدم‌هاییه که هر کدوم چیزی برای پنهان کردن دارن. آدم‌هایی که شاید در ظاهر دوست، همکار یا حتی خانواده باشن، اما در باطن برای منافع خودشون مثل شغال عمل کردن. آروم، حساب شده و دقیق. لایکو بزن تا بریم برای ادامه ویدیو. سریال نشون میده چطور طمع و ترس میتونه آدم‌ها رو روبروی هم قرار بده بدون اینکه حتی متوجه بشن از کی دشمن هم شدن. اما یکی از مهمترین دلایلی که سریال شغال تونست توجه مخاطب رو جلب کنه ترکیب بازیگراشه. ترکیبی از چهره‌های با تجربه و بازیگرهای نسل جدید که هر کدوم تکه‌ای از پازل این داستان پرتنش رو کامل میکنن. مهدی سلطانی یکی از ستونهای اصلی بازیگری در سریال شغاله. بازیگری که همیشه با نقش‌های جدی، شخصیت‌های پیچیده و اقتدار درونی شناخته میشه. حضور سلطانی به داستان وزن داده. نقشی که با کمترین اغراق بیشترین تأثیر رو میذاره و باعث میشه مخاطب مدام به نیت واقعی این شخصیت شک کنه. شبنم مقدمی یکی از درخشانترین چهره‌های این سریاله. بازیگری که بارها ثابت کرده در نقش‌های چند لایه و خاکستری کاملاً بی‌رقیبه. تو شغال مقدمی شخصیتی رو بازی میکنه که آرام به نظر میرسه، اما پشت این آرامش یه دنیای پرتنش خوابیده. نکته جالب اینه که علیرضا آرا همسر شبنم مقدمی یکی از چهره‌های شناخته شده بازیگری و اجراست و خیلی‌ها بازی این دو نفر رو به عنوان زوج هنری دنبال میکنن. امیرحسین فتحی یکی از بازیگرای نسل جدیده که توی شغال فرصت خوبی برای دیده شدن پیدا کرده. بازی فتحی طبیعی، کنترل شده و بدون اداست، طوری که کاملاً با فضای واقعی و روانشناسانه سریال هماهنگ میشه. سجاد بابایی از اون بازیگراییه که حضورش همیشه با انرژی خاصی همراهه. انرژی که گاهی جذابه و گاهی خطرناک. تو شغال بابایی شخصیتی رو ارائه میده که غیر قابل پیش بینیه و دقیقاً همین ویژگی باعث ایجاد تعلیق در داستان میشه. و در کنار همه اینها نورا محقق با حضوری متفاوت به ترکیب بازیگرها تنوع میده. هرچند در مورد بازی او نقد و بررسی‌هایی هم وجود داره، اما نقشی که بازی کرده شاید کم حرف باشه، اما تأثیرش به مرور خودش رو نشون میده و یکی از قطعات مهم روایت رو کامل میکنه. در مجموع سریال شغال از نظر بازیگری روی ترکیب درست سرمایه گذاری کرده. نه شلوغ، نه تصنعی و نه نمایشی. اینجا بازیگرها قراره با نگاه، سکوت و تصمیم‌هاشون داستان رو جلو ببرن. شغال فقط یک داستان نیست، یه نقد اجتماعیه. سریال درباره سوء استفاده از اعتماد، فروپاشی روابط انسانی و رقابت‌های پنهانیه که زیر پوست جامعه جریان داره. اسم شغال
کاملا حساب شده انتخاب شده، چون اینجا شغال بودن یعنی صبر داشتن، کمین کردن و ضربه زدن توی مناسب ترین لحظه. چرا شغال تونست مخاطب رو درگیر کنه؟ شغال مخاطب رو درگیر کرد چون ریتمش آرام اما پرتنشه. داستانش قابل لمس و واقعیه. شخصیت‌هاش قابل پیشبینی نبودن و مدام حس ناامنی ایجاد میکنه. این سریال از اون آثاریه که بعد از هر قسمت باعث میشه به آدم‌های دور و برت یه نگاه متفاوت بندازی. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی، حالا وقتشه. فضاسازی شغال تیره، سرد و کاملا متناسب با حال و هوای داستانه. موسیقی، قاب‌بندی و سکوت‌ها همه در خدمت ایجاد اضطرابن. اضطرابی که یواش یواش زیر پوست مخاطب میره. شغال سریالیه درباره آدم‌هایی که ظاهرشون امنه اما باطنشون خطرناک. و در آخر سریال شغال این رو نشون داد که هیچ کاری بدون تاوان نمیمونه. اگه به درام‌های روانشناسانه، داستان‌های پرتعلیق و روایت‌هایی که قضاوت رو به عهده خودت میذاره علاقه داری و اگه هنوز سریال شغال رو ندیدی، میتونه انتخاب مناسبی باشه. حالا نوبت توئه. به نظرت شغال واقعی کی بود؟ اون که حمله کرد یا اون که منتظر فرصت موند؟ نظرت رو توی کامنت ها بنویس و اگر از این مدل ویدیوها خوشت میاد حتما کانال رو سابسکرایب کن. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودی.